برای مجموعه ورزشیمون میخوایم از لاکرهای برقی استفاده کنیم. به نظر شما استفاده از قفل کلیددار گزینه خوبیه؟ البته خیلی از جاها هنوز از قفل‌های سویچ دار دارن استفاده میکنن، ولی خب اونها مشکلات خودشونو دارن. ممکنه در حین ورزش گم بشن و یا اینکه ورزشکار بعد بذاره توی جیبش، یا اگرم که جیب نداشته باشه بعد به وسیله یک کش بندازه دور مچ دستش که زیاد جالب نیست. خب قفل کلیددار یا قفل آفلاین؟ البته که باید بگم قفل آفلاین، ولی این نوع قفل هم تا چند سال پیش خوب بودن، ولی در حال حاضر به خاطر اینکه با کیفیت پایینی دارن وارد بازار میشن و به خاطر باتری های قلمی آلکالاینی که توش استفاده میشه اصلا مقرون به صرفه نیستن. قفل های آفلاین یا قفل های سنسورماتیک؟ خب قفل های سنسورماتیک، چون هم از باتری استفاده نمیکنه و هم سنسور تشخیص بسته بودن در رو داره. سنسورماتیک یا وایرلس؟ ببین وایرلس یه جورایی بهتره چون سیم کشی نداره، ولی بازم به خاطر گرون بودن باتری گزینه خوبی محسوب نمیشه. وایرلس یا زبانه دار؟ قطعا زبانه دار، چون هم دوام خوبی داره و هم برقیه. زبانه دار یا مگنتیک؟ ببین سوال سختی ازم پرسیدی، چون قفل‌های مگنتی هم خیلی خوبن و هم خیلی با دوامن، ولی خب قیمتشون چند برابره و برق هم 24 ساعته توشون جریان داره و به اصطلاح باید بگم که گیرین نیستن. انتخاب الانم شاید زبانه دار باشه. زبانه دار یا پرشی؟ یقینا پرشی، چون هم جمع و جورن، هم دوام خوبی دارن، هم برقی هن، هم قیمتشون خیلی مناسبه.